به نام خداوند بخشنده و مهربان. سوال این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چگونه ماه رمضان را پیشواز می گرفته؟ چگونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ماه رمضان آماده می شدند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای استقبال ماه شریف رمضان آمادگی مخصوص می دیدند و در ماه‌های رجب و شعبان خود را برای این ماه مبارک آماده می‌کردند. اعمالی که از ایشان در پیشواز رمضان روایت شده است عبارتند از عبادت، دعا و توصیه ها برای امت می باشد. نخستین کاری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌کردند روزه گرفتن در ماه‌های پیش از رمضان بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ماه‌های رجب و شعبان به روزه گرفتن اهمیت خاصه می‌دادند. در یک حدیث آمده است که ایشان اکثر روزهای شعبان را روزه می‌گرفتند. وقتی که از ایشان پرسیده شد فرمودند این ماه است که در آن اعمال بندگان به سوی پروردگار جهانیان بالا برده می‌شود و دوست می‌دارم که عمل من در حال بالا رود که من روزه دارم. دوم کاری که می‌کردم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دعا و طلب مغفرت برای آمادگی معنوی بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای رسیدن به ماه رمضان دعاهای مخصوص می‌خواندند. یکی از دعاهای مشهور ایشان که در ماه‌های رجب و شعبان تکرار می‌کردند این است: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ای خدا برای ما در ماه‌های رجب و شعبان برکت ده و ما را به ماه رمضان برسان. این دعا نشان می‌دهد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رمضان را یک فرصت بی‌بها می‌دانستند و برای دریافت آن از خداوند توفیق می‌طلبیدند. دوستان عزیز، با دل پاک و نیت خالص به استقبال این ماه مبارک برای ماه رمضانتان مبارک. خداوند تمام ما و شما را بر این ماه مبارک برساند.